پس از مرگ ولادیمیر لنین در سال 1924 اتحاد جماهیر شوروی وارد دوره‌ای از آشفتگی و بی‌ثباتی سیاسی شد. حزب کمونیست که تنها مرجع قدرت در کشور بود، صحنه رقابت شدید میان رهبران ارشد شد. ژوزف استالین که در ابتدا دبیر کل حزب بود، با مهارت سیاسی فوق‌العاده و استفاده از شبکه‌های داخلی حزب توانست رقابای خود از جمله تروتسکی، زینوویف و کامنف را حذف کند و مسیر رسیدن به قدرت مطلق را هموار سازد. استالین هدفی فراتر از رهبری حزبی داشت. او قصد داشت یک دولت متمرکز، صنعتی و مطلق را ایجاد کند که هیچ صدای مخالفی در آن شنیده نشود و تمامی جنبه‌های زندگی مردم تحت کنترل شدید دولت قرار گیرد. در دهه 930 استالین برنامه‌ای موسوم به اشتراکی سازی اجباری کشاورزی را آغاز کرد. در این برنامه زمین‌ها و دارایی‌های کشاورزان مستقل مصادره شد و آنها مجبور شدند در مزارع دولتی یا کلکتیوها کار کنند. این سیاست با مقاومت شدید مردم روبرو شد. بسیاری از دهقانان حاضر به از دست دادن زمین و دام خود نبودند و برچسب دشمن مردم دریافت کردند. نیروهای دولتی با سختگیری تمام مخالفان را بازداشت، تبعید یا اعدام کردند. میلیون‌ها نفر از خانه و زمین خود محروم شدند و زندگی اجتماعی و اقتصادی جوامع کشاورزی به شکل بی‌سابقه‌ای نابود شد. این سیاست‌ها به شکل مستقیم منجر به قحطی گسترده هولودومور شد که بین سالهای 1932 تا 1933 میلیون‌ها نفر در اوکراین، جنوب روسیه و قزاقستان جان خود را از دست دادند. دولت استالین با مصادره کامل محصولات کشاورزی و محدود کردن دسترسی مردم به غذا، زمینه فاجعه انسانی را فراهم آورد. حتی کسانی که به شهرها می رفتند تا غذا پیدا کنند، بازداشت یا مجازات می شدند. مردم در خیابانها جان می دادند و خانواده‌ها در مقابل گرسنگی شدید و مرگ دست جمعی قرار گرفتند. بسیاری از بازماندگان بعد از دهه‌ها خاطراتی از نجات یافتن از مرگ قریب الوقوع بیان کرده اند که نشان از عمق این فاجعه دارد. در کنار قحطی، استالین موجی از پاکسازی بزرگ را در سالهای 1936 تا 1938 آغاز کرد. او با سوءظن شدید نسبت به هر گونه مخالفت، موجی از بازداشت‌ها، شکنجه‌ها و اعدام‌ها را کل کشور فرا گرفت. ژنرال‌ها، افسران ارتش، روشنفکران، نویسندگان، معلمان و اعضای حزب کمونیست بدون هیچ محاکمه واقعی تحت تعقیب قرار گرفتند. دادگاه‌های نمایشی برگزار شد و زندانیان تحت فشارهای روانی و اعترافات اجباری قرار گرفتند. بسیاری از این اعترافها با تهدید، انزوا و گرسنگی گرفته شد. تنها در 2 سال نخست پاکسازی بیش از 1 میلیون نفر بازداشت و بیش از 700,000 نفر اعدام شدند. زندانیان به اردوگاه‌های کار اجباری موسوم به گولاگ فرستاده شدند که در مناطق دوردست و سردسیری سیبری، قزاقستان و شمال روسیه واقع بودند. شرایط اردوگاه‌ها غیر انسانی بود. سرمای شدید، کمبود شدید غذا، کار طاقت فرسا و بیماری‌های فراگیر. بسیاری از زندانیان جان خود را از دست دادند و برآورد می شود بین 5 تا 6 میلیون نفر در این اردوگاه‌ها کشته شدند. زندانیان مجبور بودند روزها و هفته‌ها در شرایط طاقت فرسا کار کنند.
گرسنگی و بیماری را تحمل کنند و در عین حال تحت نظارت دائم و تهدیدهای مرگبار قرار داشته باشند. باججویی‌ها و شکنجه‌ها از نظر تاریخی بسیار وحشتناک بودند، اگرچه از لحاظ رسانه‌ای به شکل مستقیم تصویری از خشونت نشان داده نمی شود. زندانیان اغلب در سلولهای انفرادی هفته‌ها یا ماه‌ها تحت فشار روحی و روانی قرار داشتند تا اعترافهای اجباری بدهند. بسیاری پیش از رسیدن به دادگاه جان خود را از دست دادند و یا به زور متهم به اقداماتی خیالی شدند. زندگی روزمره مردم شوروی تحت ترس و کنترل شدید قرار داشت. هر کسی ممکن بود بدون هشدار بازداشت شود. حتی کودکان خانواده‌ها والدین خود را لو می‌دادند تا جان خود را نجات دهند. کامیون‌های پلیس مخفی NKVD هر شب در خیابان‌ها توقف می‌کردند و افراد را به مکان‌های نامعلوم منتقل می‌کردند. بازماندگان بازداشت‌ها اغلب با جسم و روح آسیب دیده باز می‌گشتند و کسانی که باز نمی‌گشتند به فراموشی سپرده می‌شدند. با شروع جنگ جهانی دوم، میلیون‌ها نفر از سربازان و غیر نظامیان شوروی جان خود را از دست دادند. حتی پس از بازگشت سربازان از اسارت آلمانی، بسیاری از آنان به اتهام خیانت و همکاری با دشمن بازداشت شدند. هیچ کس را از خطر مصون نمی‌دانست و ترس و وحشت بخشی از زندگی روزمره مردم بود. سکوت جامعه جهانی در برابر این فجایع نیز قابل توجه است. خبرنگاران و دیپلمات‌ها از وقوع قحطی و اعدام‌ها مطلع بودند، اما محدودیت شدید دسترسی به اطلاعات و قدرت نفوذ استالین باعث شد این اخبار به طور گسترده منتشر نشوند. تنها پس از گذشت دهه‌ها با افشای اسناد داخلی و خاطرات بازماندگان تصویر کامل از این دوران شکل گرفت. تبعیدهای گسترده، نابودی خانواده‌ها و محرومیت از آموزش و امکانات اولیه اثرات عمیقی بر جامعه شوروی گذاشت. بسیاری از مردم در فقر شدید، گرسنگی و ترس زندگی می‌کردند. کودکان یتیم شدند، خانواده‌ها از هم پاشیدند و فرهنگ و تاریخ محلی در بسیاری از مناطق نابود شد. استالین همچنین سیاست‌های اقتصادی و صنعتی شدید و کنترل شده ای را اجرا کرد. تولید صنعتی کشور افزایش یافت، اما با هزینه جان و زندگی میلیون‌ها انسان. کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و معادن با کار اجباری اداره می‌شدند و بازده تولید به هیچ وجه با جان انسان‌ها سنجیده نمی‌شد. کارگران و مهندسان تحت فشار شدید بودند و کوچکترین اشتباه می‌توانست مرگبار باشد. با گذر سالها، اثرات قحطی، اعدام و گلاگ‌ها به شکل ترس، بی‌اعتمادی و سرکوب اجتماعی در جامعه باقی ماند. مردم نه تنها با فقدان عزیزان و همسایگان خود مواجه بودند، بلکه یادگیری، آموزش و رشد فرهنگی نیز در سراسر کشور متوقف شد. جامعه شوروی تا سالها پس از مرگ استالین همچنان با خاطره ترس و وحشت روزمره زندگی می‌کرد. برآوردها نشان می‌دهد که بین 20 تا 30 میلیون نفر در دوران حکومت استالین جان خود را از دست دادند، شامل قربانیان قحطی، اعدام‌ها، اردوگاه‌های کار اجباری، پاکسازی‌های سیاسی و جنگ جهانی دوم. این دوران نه تنها جمعیت و جامعه شوروی را تغییر داد، بلکه ترس، بی‌اعتمادی و شک به دیگران را
در دل مردم نهادینه کرد و اثرات آن هنوز در حافظه تاریخی جهان باقی مانده است. ضمن تقدیر و تشکر از بازدیدهای شما تاریخ دوستان عزیز، از همه شما بزرگواران انتظار داریم ما را دنبال و سابسکرایب کنید و در کامنت ها بنویسید که در مورد کدام واقعیت های و حوادث و کشتار تاریخی ویدیو بسازیم.